چرا باید من املا بگم تو بنویسی؟ پس من پول دادم تو بری مدرسه چیکار کنم؟ پول دادم که این کارا رو خودم نکنم دیگه. اینا بلد بودم خودم بهت یاد بدم. بابا من چه خب معلممون گفته. من میام اون معلم شما رو من بیام ببینم. همانطور که در این سوره میفرمایند، همانطور که در این سوره میفرمایند فقد استمسک بالعروة الوثقی. ها؟ آیت الکرسیه دیگه، بنویس حفظی. آیت الکرسی چیه دیگه؟ آیت الکرسی چیه؟ حفظ نیستی؟ نه. انفسام لها نشنیدی یعنی؟ والله سمیع علیم یعنی نشنیدی؟ چطور داری میکنی با بچه هم حیوان؟ خانمی بچه ما با 7 سال سن هنوز آیت الکرسی بلد نیست. مامان کمک. تا کجاشو خوندی؟ تا والله سمیع علیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. بابا چیکار میکنی؟ چه وضع درس یاد دادن؟ چی میزنین منو؟ سلام ببخشید ما دقیقه فکر کردیم همونجوری به ما یاد دادن بعد به تو یاد بدیم. بابا شما با بچه بزرگ کردنتون رو، مامان بابای دوست من رفتن براش فیلم و مدرسه گرفتن، همه رو داره از تو تلویزیون نگاه میکنه یاد میگیره. به چه قشنگی شما من کتک میزنین اینجا. ببخشید بیار برات همین چی فیلم و مدرسه، بیا من برات ثبت نام کنم، بیا PS5 هم برات میخرم مثلا. میخوای برو بابا نمیخوام بابا، PS5 رو بکن بذار تو جعبه. چی کاری بود ما کردیم خانم؟